اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های ما، امروز طبق وعده کردمون به شما در روز جمعه که باید برنامه خانوادگی می رفت، تصمیم گرفتیم که به سوال های شما مخلصان و بینندگان عزیز پاسخ داده باشیم، چون خیلی زیاده از خواهرها و اینچنین برادرها گفتن که در پس از برنامه ها با ما کمی سوال جواب کنید، ولی خواستیم در یک برنامه مستقل همراه شما سوال و جواب داشته باشیم و سوال اگر دارید اوید موضوع های دینی، اوید موضوع های اولیوی، می توانید در خود چت همین یوتیوب یا جایی که در آنجا نظرها رو می نویسند می توانید بنویسید، انشاءالله به من می رسانند و در خدمت هستم. و پیش از اینکه عزیزان به سوال های شما که الکی یک چند تا سوال رو روان کردن پاسخ گویم، میخواستم به سامعین عزیز برسانم که سوال هایی که تکراری است به آن جواب داده نمی شود، برای اینکه تکرار به تکرار ملال می شود، هم برای بنده هم برای شنونده ها، و این چنین سوال هایی که دور از شرم و حیا هست و عموما به دهان گرفتن جواب آن در بین مردم علل خصوص برای یک زن خوب نیست و آن سوال ها هم جواب داده نمی شود. اما سوال هایی که زیادی خواهران و شنوندگان عزیز میخوان پاسخش را داشته باشند، انشاءالله در خدمت شما عزیزان هستیم. با توفیق الله اگر خطای یا اشتباهی هست حتما میتوانید بعدا در زیرنویس بنویسید که البته که اگر خطا از جانب ما هست و گردن میگیریم و اصلاحش میکنیم. اینجا یک چند سوال هایی که الکی فرستاده شدند روان کردن. سوال یکم است از نام عبدالرحمن. سلام علیکم، از شما احترامانه خواهش میکنم یگان سایتی که اوید محصولات های حرام و حلال بوده را میفهماند و ما پیشنهاد کنید، ما به این چیز خیلی نیازمند هستیم. پیش از همه علل خصوص نفرانی که در اروپا زندگی میکنن یا در روسیه زندگی میکنن عزیزان، یک زمانی عجیب است. زمانی شده است که حلال و حرام به هم آمیخته هستند و انسان نمیدوند بعضا علل خصوص در شیرینی ها، در گوشت هایی که یا حسیب هایی که بالای همش حلال می نویسد کدامش حلال است کدامش حرام است، چون نوارهای زیادی هم می آید که ببینید که انا در این شیرینی این گونه مثلا روغن خوب یا حشرات است یا چیز دیگر هست. یعنی خیلی یک زمانی به حرام دست زدن یک زمانی شد که خیلی آسان شد. یعنی علل خصوص زمانی که ما اکثریت دیگر موادهای غذایی را از مغازه ها میخریم و عادت کردیم که زیادی چیزهای تیار شده را خریم. عموما در این باره من یک سایت مخصوص نمیدانم، ولی عزیزان در ما حدیث در متفقون علیه در بخاری مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الحلال بین و ان الحرام بین. هر چیزی که حلال است در شریعت بیان و روشن است. الله همین چیزها حرام است یا پیامبری الله گفتند، و هر چیزی که حرام است و حلال است یعنی هر دو بیان است. و بینهما مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس. اما بین این دو چیز، بین حلال و حرام، بعضی چیزهای مانند است، مشکوک است، به اینش هم مانند به اینش هم مانند که زیادی ها نمیدانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه. هر کسی که از چیزهای به شبهناک و شکدار که حلال باشد حرام باشد تقوا کرد و پرهیز کرد، بداند که او دین خود را و عرض خود را، ناموس خود را حمایت کرده است. و من وقع فی شبهات وقع فی حرام. هر کسی که در چیزهای شبهناک داخل می شود او در حرام داخل شده است. برای همین عزیزان چیزی که شبهه کردید که حلال باشد حرام باشد، چون سازندهش کی هست، آماده کردهش کی هست نمیدونیم، و علل خصوص در این زمانی پر از فتنه و پر از این که دیگر مردم از حلال و حرام خیلی کم میترسن، تقوا کنیم. زیادی چیزهایی هست که ما میتوانیم نخورده هم زندگی کنیم. برعکس میدونید که چقدر
هرچی ما به مغازه دست زدیم، هرچی بیماری ها زیاد شد، فربه شدن ها زیاد شد، هزار یک بیماری های معده و دیگر روده زیاد شد. برای همین اگرچه این گونه سایت رو شخصا نمیدونم یا توصیه کنم، چون این گونه پیدا ندارم، اما توصیه میکنم که تو میتوانید اون چیزی که شبهناک است از اون دست کشید. علل خصوص خیلی گفتم اکثریت چیزهای شبهناک ما از مغازه به اون دست میزنیم، میدونیم که به سلامتی ما هم ضرر دارد. سوال دیگر از ستاره هست، میگویند سلام علیکم افا جان، موی سر و ناخن در موسور پرتافتن ممکن است یا نه؟ چی موی سر باشد چی ناخن باشد، در ما گویا که اگر به موسورکه پرتافتی، به پرتاف پرتافتی، به توجه که بگویمش به پرتاف پرتافتی، یا اینکه یکی سوزانیدی، گویا که گناه کبیره باشد که خیلی به این زیادی و سخت میگیرند. و آنهایی که در آشیانه در شهرها استقامت دارند در این مسئله خیلی مشکلی میکشن که ما چیکار کنیم. رفته به پایان زیر خوب کردن که با برف نیم متری در روسیه امکان ندارد، یا یگان جایی را رفتی و چقوری کوفتی شاید که به شبهه افتی، پس ما چیکار کنیم موی سر و ناخن خود را. اینجا عزیزان در یگان جا نآمده است که پرتافتن او به پرتاب حرام است، فقط در نزد جمهور علما یعنی تمام مذاهب گروراندنش مستحب هست. معنای مستحب این است که همین کارو کردی ثواب میگیری، چون اعضای بدن انسان است و الله میگوید ولقد کرمنا بنی آدم، ما شمایان را عزت و احترام دادیم به فرزند آدم، چی به جسمش، به روحش، به استادش. برای همین اگر احترام کرده گورانیدید این بهتر است، یعنی مستحب بهتر است، کار خوب کردید ثواب میگیرید. نه گورانیدید گناهکار نمیشوید، نه گورانیدید و گرفتید و راست و پرتاب یا گفتیم موسورکه پرتافتید هیچ باکی ندارد. سوال دیگر از چی نوشتگی است، نامشان را نخوانم. سوالم چنین است که کتاب قرآن کریم را معنایش را با زبان تاجیکی خواندن درست است یا نه؟ اگر سوال کننده عزیز اگر معنایش را گفته تفسیرش را در نظر داشته باشید، تفسیر قرآن را با زبان تاجیکی خوانم می شود. مثلا تفسیر استان بیان است در ما در تاجیکستان، الله مؤلفش را حفظ کنند که اینقدر برای مردم خدمت کردن. یا مثلا تفسیر سعدی را با زبان روسی بعضی برادرها ترجمه کردن. اگر معنا گفته شما تفسیر رو در نظر داشته باشید البته ممکن است خیلی فایده میگیرید، اما معنا گفته فقط قرآن رو شما میخوانید الحمدلله رب العالمین مثلا الرحمن الرحیم با کریلی نوشته شدگی است، فقط برای نماز ممکن است چون چاره ندارید، اما ختم قرآن از کریلی جایز نیست، برای اون که حرفایی که در زبان عربی هست ما در تاجیکی نداریم. ولا ضالین رو ولا زالین گفتید معنا تماما دیگر می شود. ثلاثه رو ثلاثه گفتید، یا صالحات رو صالحات گفتید معنا، یا صالحات گفتید معنا دیگر می شود. با کریلی قرآن رو ختم کردن درست نیست. و یا ترجمه رو در ما در تاجیکستان الان میگن قرآن هست این طرف ورق قرآن، این طرف ترجمه. فقط عزیزان از ترجمه نمیتوانیم چیزی یاد بگیریم، خوانده می شود اما چیز فایده نمیگیره. چرا؟ در ما یک چند آیت ها هست که یکدیگری را منسوخ کرده است. مثلا درباره عرق در اول فقط الله میگوید تتخذون منه سکرا، شما میتوانید انگور رو میخورید و از آن مست میشوید و یک رزق حلال است برایتان. انسان این رو خونه میگه ها الله اینجا انا عرق رو حلال گفته استاده است، این ملاها چی میگن؟ در حالی که این آیت بعدن رفته انما الخمر والمیسر والانصاب، یعنی عرق و دیگر قمار اینها از پریدی های شیطان است، تماما نزدیکی نکنید، گویان الله حکمش رو از بالا برده است. برای همین فقط ترجمه رو میخوانم گفتید فایده نمیگیرید، عکس بعضا مثلا مختلف میشوید که اینها چی گفته ایستاده است. اما اگر تفسیر رو با تاجیکی میخوانم گفتید البته که تفسیر میکنم که فایده میگیرید. محشوره خان است، سوالش رو میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی، مردهایی که به زنا میروند و میگویند زنم رشک ندارد، مرا کجای روی رفتن گیر، گناهگار و گناه را برای زن بار میکنند، آیا گناه به هر دو است؟ اگر زن به این چیز راضی باشد، اگر زن به زینای شوهرش راضی باشد، گناه بر سر هر دو هستند، بر سر هر دو است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی منکر را دیدید با دستتان پیش راه آن را گیرید، اگر نتوانستید با زبانتان، نتوانستید با قلبتان، که ذلک اضعف الایمان، این ضعیفی ایمان شما را میفهماند، علل خصوص در خانواده خودتان. الله میگوید
کو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان و خانواده خودتان را از عذاب دوزخ نجات دهید. و البته ما میدونیم که خانواده ما، شوهر ما خانواده ما هست، همسر ما خانواده ما هست. شما دیده ایستادید که به آتش جهنم رفته ایستاده است، شما دیده ایستادید که بر علا دارد به سوی زنا می رود و چیزی نمیگیرید، البته در گناه شریک هستید. اما نه، شما تا می توانید پیش راهش را میگیرید و او در کارش دوام دارد. ببخشید، نمیدونم امروز یک کم تلفن مشکل دارد. یک دقیقه ببخشید. اما شما هرچی میخواهید میگوید که جای نرو، اما او باز هم دوام میدهد، انا در اینجا گناهکار نمیشوید. سوال دیگر، السلام علیکم، زن در وقت لباس عوض کردن اگر بسم الله الرحمن الرحیم نگوید جین میبیند عاشق میشود. همین سخنها دلیل دارد؟ یگان دلیل ندارد. یگان دلیل ندارد. بعضا میشود که در لباس عوض کردن عادی هم جین میتواند به انسان تاثیر کند. الله میگوید إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. شیطان آنهایی که ایمان دارند و به پروردگارشان توکل میکنند به آنها راه نمییابد، به آنها هیچ کار کرده نمیتواند، داخل هم شده نمیتواند. کار شیطان میکردگی که جن میدونید جنس شیطان از جن است، اینها یک هستند. کار اینها میکردگی به آنهایی هستند که به گناه آلوده هستند و به پروردگارشان شرک می‌ورزند. یعنی هر کسی که دور از عبادت الله است، دور از نماز است، دور از قرآن است، چی نباشد هم خوف و این که شیطان به او حمله میکند، به او جن تاثیر میکند، خوفش زیاد است. و ببینید اکثریت زنهایی که تا همین روز من میگویند به من جن تاثیر دارد و من میترسم، وقتی میپرسید شما در نمازتون در وقتش است، میگوید نه زیاد قضا میکنم. شما قرآن خوانده میتوانید؟ نه من قرآن خوانده نمیتوانم. نمازی بامدادتون چی؟ نه من نمازی بامداد زیاد قضا میکنم. پس طبیعی است که به تو جن داخل شود وقتی که اینقدر از پروردگار دور هستی. اما اینکه در لباس کشیدن یک بسم الله نگفتی حتما جن داخل میشود اساس ندارد. اما میدونیم که هر جایی که بسم الله الرحمن الرحیم است، هر جا که ذکر الله هست، از آنجا شیطان دور میشود. و پیامبر در همه وقت بسم الله گفتن رو دوست می‌داشتن، چه در وقت طهارت کردن، چه در وقت خوردن، چه در وقت بیرون بر آمدن یا در آمدن و حتی لباس پوشید. سوال دیگر، اپا جان 3 سال شد از شوهرم جدا شدم از روی بی‌فرزندی. الحمدلله نماز میخوانم، دعا میکنم، اما دوباره عائله دار شدن نمیتوانم. خواستگار بسیار، سبب را نمیدانم، چی به عائله دار شدن نمیتوانم. یعنی سوالشون چی باشد؟ یعنی سوال این است که من چرا شوهر کردن نمیتوانم. این رو باید یکم از خود بپرسید که چی سبب است شما خواستگار را قبول ندارید یا خواستگارها شما را. اگر گفتید که شاید سحری هست، جادویی هست، کسی پیش راهی مرا بسته است، که در حقیقت بعضا از تاثیر سحر و جادو می شود که یک نفر ازدواج کرده نتواند، یک نفر خانه بنیاد کرده نتواند، چون این شغل شیاطینی جن است. الله میگوید یفرقون به بین المرء و زوجه. ساحرها اساسا کاری که میکنند بین انسان و همسرش جدایی میاندازند و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. اما اگر الله اجازه ندهد، اگر الله به حمایتش بندش را گیرد، کسی هیچ کاری کرده نمیتواند. اگر خوف دارید که شاید کسی مرا سحر کرده است یا جادو کرده است، در این وقت زیاد قرآن خوانید، علاوه بر سوره بقره. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن سوره بقره وقتی خوانده می شود ساحرها هیچ کاری کرده نمیتوانند. زیاد به پروردگار دعا کنید، پروردگار برایتان همسر صالح و سالمی را نصیب گرداند. سوال دیگر از گلچهره است. خواهر میگن السلام علیکم استاذای شیرین زبان، 2 رکعت فرض بامداد را شرط است کمتر رفشن شد خوانیم؟ به همین سوال جواب میدادید، الله از شما راضی باشد. خواهرم در نزد جمهور علما همین که وقتی بامداد داخل شد که در رفشنی داخل نمی شود، داره یک کمی روشنایی در افق دیده می شود و وقتی نماز داخل می شود شما باید نماز را خوانید، ثواب دارد. یگانه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن کمی روشن شد خوانید بهتر است. برای همین در ترکیه غیر از رمضان در کمی روشن شدن، چون اکثریت به مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل میکنند، بعدا نماز خوانده می شود. برای همین کمی روشن شد خوانید باکی ندارد، اما در اولش خوانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم اساسا در اولش میخواندند و ثواب زیاد میگیرید. و کمی روشن شد خوانید خوب هست هم،
البته دلیل در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه وجود دارد. سوال دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معلمه جان با شما سوال داشتم. من الحمدلله 5 وقت نماز میخوانم، اما یک مشکلی دارم. با روز جمعه تبریک کردن از خرافات است یا ثواب؟ التماس به این دو سوالم با دلیل جواب گردانید. یکم سوالم، دعای قنوت را حفظ کردن نتوانستم. دوم، به روز جمعه تبریک کردن. یعنی این چی مشکلی است؟ خواهرم میگه من نماز میخونم و مشکلی دارم. این که مشکلی نیست، فقط بگوید سوال دارم، ان شاء الله یک مشکل ندارد. درباره به روز جمعه تبریک کردن، در ما حدیث در ابن ماجه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند این روز، یعنی روز جمعه، روز عید شما است که الله برای شما عید کرده است. کسی که به نماز جمعه می آید غسل کند. یعنی چون حدیث در ابن ماجه است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند این روز عید است، الله برای شما عید گردانیده است، شما در این روز غسل کنید و روزه داشتن هم مخصوص روز جمعه جایز نیست. مخصوص روز جمعه ممکن است. برای اینکه این روز رو پیامبر عید گفتن، بعضی‌ها تبریک میکنن. وقتی میپرسید چرا تبریک میکنی، میگم خب پیامبر این روز رو روز عید گفتن، یعنی دلیلشون رو میگوین. اما پیامبر اگرچه گفتن روز عید است، روز اجابت دعا هست، در این روز صلوات زیاد به من فرسته، صلواتتون به من آماده میرسد، سوره کهف خوانید، یعنی غسل کرده به مسجد باید، برای هر یک قدم هایتان ثواب است. اما پیامبر تبریک کردن. صحابه ها هر روز جمعتان مبارک باشد گفته تبریک میکردن. یگان دلیل در این باره نیست. جمعتان مبارک باشد گفته پیامبر کسی رو تبریک کردن و صحابه ها تبریک کردن نیست. پیامبر در روز صحابه های پیامبر در روز عید قربان و عید رمضان یکدیگر رو تبریک کردنشان، تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال، این گونه تبریک کردنشان دلیل وجود دارد. پیامبر برای آنی که توی شد بارک الله لکم و بارک علیکم گفته دعا کردن دلیل وجود دارد. برای کودک نوزاد دعا کردن دلیل وجود دارد، تبریک کردن بخشید. اما در جمعه پیامبر که تبریک نکردن، صحابه ها هم نکردن، فقط گفتن روز عید است، بهترش تبریک نکنیم. اما کسایی که تبریک میکنن یک باره های بدعتکارهای خرافاتی، این کار بدعت رو نکن گفته داد و فغان هم کرده نمیشه، چون ویهای هم میگن که خیلی پیامبر این روز رو عید گفتن، برای همین بهترش نکنیم، بهترش تبریک نکنیم. اما یادآور شده میتوانیم که امروز روز جمعه است، پیامبر صلی الله علیه و آله میگن ساعت در روز جمعه هست که دعاهای کردهتون اجابت میشه و در حق ما دعا کردن رو فراموش نکنید، یا صلوات فرستادن به پیامبر رو، یا مثلا بر وقتر به جمعه رفتن رو، این گونه به یکدیگر توصیه ها کرده، ان شاء الله باکی ندارد اگر ملال نشود. اما تبریک، آیا پیامبر تبریک کردن و صحابه ها تبریک کردن، درباره‌اش دلیلی وجود ندارد. درباره دعای قنوت پرسیدن. خواهرم دعای قنوت را خوندن سنت است، اون هم همیشه نه، چون پیامبر صلی الله علیه و آله همیشه هر شب در نماز وتر دعای قنوت را نمیخواندن. روزهایی که مشکلی میشد بالای اومد، پیامبر صلی الله علیه و آله حتی در نماز بامداد هم دعای قنوت میخواندن. بعد از دوم رکعت بامداد، بعد از رکوع بالا شدن دعا میکردن پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما همیشه در نماز وتر دعای قنوت نمیخواندن. برای همین چی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، چی در دیگر مذهب ها، شما وترتون رو بدون دعای قنوت خواندید هم گناهکار نمیشوید، خواندید هم ثواب میگیرید. عموما دعای تاجیکی کردید هم باکی ندارد. اما بعضیا میگن اگر دعای قنوت رو ندانی 3 بار قل هو الله احد خوان، به این یگان دلیل وجود ندارد. در ما دعای عبدالله ابن مسعود است، دعایی که در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه مشهور است، اللهم اینا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، و این چنین حدیثی صحیح در بخاری هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر نبیره اشان دعای قنوت را اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت، این دعا رو یاد داده بودن. از این عبارت که این دعا هم هست، این دعا هم هست، شما کدام دعا رو کنید هم میشود. البته دعای پیامبر رو از یاد کردید که انسان یک کم حرکت کند همه چیز رو هم میتواند حفظ کنید. نوربانو سوال میکنند که من عادت کردم زود جواب دیم عزیزان، خیلی زود میروم بزن، ببخشید. السلام علیکم معلمه جان، یک سوال داشتم. من وقتی که کسلی ماهانه میشوم 15 یا 20 روز کم کم دوام میکند. من میتوانم بعد 6 یا که 7 روز نمازم رو خوانم یا که تلاوت قرآن کنم؟ پیش از همه خواهرم باید، پیش از اینکه من به این سوالتان جواب دهم، باید بدونم که از کی شما
15 یا 20 روز می شود، چون که در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه از 10 روز زیاد الکی 13 حساب می شود. در نزد جمهور علما از 15 روز زیاد و 20 روز در نزد کسی نیست. یعنی اگر اتفاقی نگاه کنیم شما نباید از 15 روز زیاد حیض شوید، این چی از استحاضه. اما 15 روز هم خیلی کمی زنها میبینن، اساسا زنها 6 روز 7 روز 5 روز زیادشان 8 روز. شما از کی این گونه حیض شدید؟ آیا به سبب بیماری هست یا به سبب چیز دیگری هست؟ این رو حتما از شما بپرسم بعداً جواب دهم. اگر گفتید که من به نزدیکی شدم و به سبب یگان بیماری، در این وقت شما کلا بیمار هستید، همون روزهایی که پیش از بیماری حیض میشدید فقط همون رو حساب میکنید، بقیه غسل کردن نمازتون رو میخونید. سوال دیگر از صابرا و عبدالله نوشتگی هست، میگویند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معلمه عزیز، یک زن شوهردار میتواند به شوهر خود یا که عموما تنها سفر کند؟ وابستگی دارد به کدام سفر. اگر سفری ضروری هست، یعنی سفری هست که اگر از وطن خارج نشود بالای او ضرر می آید، یا زندانش میکنند یا یگان تهمت بالایش بار میکنند یا کار میکنند که خیلی به این زن ضرری جدی میرسد، در این مسئله در نزد تمام علما اتفاق است که زن میتواند تک و تنها سفر کند، وقتی که او میداند که اگر براه نبراید بالایش مشکلی مصیبت می آید. برای همین هم زینب دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها سفر کرده بودند. همراه زید ابن حارثه اومده زینب رو با یکی از صحابه دیگر میگیرند، در یادم نیست دویم صحابه نامشان ببخشید، که چون ضرورت بود اگر زینب خارج نمیشدن خیلی مشکل میشد. و همین گونه زنهایی که در مکه اسلام می آوردن و نزد پیامبر به مدینه آمده میگفتند ما اسلام آوردیم و سوره ممتحنه درباره‌شان نازل شده بود که وقتی زنها مسلمان شده میآیند پیامبر شما آنها را امتحان کنید، در حقیقت ایمان آورده باشند آنها را به نزد کافرها برنگردانید، برای شوهر کافرش برنگردانید. در حالتهای ضروری زن همیشه میتواند سفر کند، وقتی سفر نکرد ضرر جدی یا به ناموسش یا به جسمش عموما به او به دینش میرسد. اما سفرهای مباح، سفری که تو نروی هم میشود، ضرورت نداری. در این وقت در نزد تمام علما بدون محرم سفر کردنش ممکن است. وقتی سفری عادی است باید در نزدش محرم باشد، اگر شوهرش اجازه دهد هم با محرمش براید. و اینجا سفری مباح گفتیم یعنی عادی چیزها، سفری ضروری گفتیم همیشه ممکن است. بعد سفری عبادت هست، حج کردن، عمره کردن، بعضا مثلا برای یگان کار ثواب کردن، زکات دارد میخواد رفته به یگان کس بدهد، علل خصوص حج عمره. در مسئله حج و عمره عزیزان اکثریت علما علل خصوص در زمان معاصر که به حج رفتن دیگر مثل پیشتره تو 10 روز و 15 روز و چند ماه سفر نمیکنی، به هواپیما سوار میشوی 2 ساعت یا 3 ساعت بعد داخل میشوی به عربستان سعودی. اکثریت علما اجازه میدن برای اینکه سفری حج است، فریضه است و برای فریضه حتمی نیست محرم داشته باشد. این اکثریت علما، سخن امام مالک و امام شافعی و فقط ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن اگر سفری حج هم از 3 روز زیاد یا از 2 روز زیاد سفر باشد او تنها سفر نکند. اما نگاه کنید در زمان ابو حنیفه رحمت الله علیه 3 روز زیاد 2 روز زیاد با شتر سفر میبرآمدن. حاضر میدونیم که ما با سمالیات در چند ساعت حج میکنیم. برای همین اکثریت علمای معاصر مادامی که زن همراهانی امانتدار دارد، یعنی تک و تنها نیو همراهش همراهان هستند، علل خصوص گروهی حاجی ها هستند، چون سفر از پیشتر فرق کند و علل خصوص سفر عبادتی حج یا عمره است اجازه میدهند. سوال دیگر سوال از یوسف است. السلام علیکم خواهر عزیزم، نفری که نماز نمیگذارد لیکن خیر زیاد میکند آیا خیر او قبول است یا نه؟ برای چه خیر میکرده باشد آدمی بی نماز؟ برای ثواب گرفتن یا برای ریا؟ پیش از همه درباره انسان بی نماز در نزد تمام علما بی نمازی گناه کبیره است. انسانی که بی نماز است و در غرق گناه کبیره زندگی دارد و حتی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه زندان کرده می شود. تا زمانی که نماز را به گردن نگرفت او را از زندان آزادش نمیکنند. در دیگر مذهب ها حتی جزایش قتل است. بعضی از علما از جمله روایت در مذهب امام احمد است که او را مسلمان نگوید برای اینکه دروغ میگوید. کسی که من مسلمانم میگوید و در یک روز 5 بار امر الله را نمیکند، 5 بار الله میگه نمازت رو بخوان، او 5 بار میگه نه نمیکنم، باور نکنید میگه. برای همین در ما حدیث پیامبر است که اولین چیزی که روز قیامت شما محاسبه میشوید، حساب کتاب میشوید، نمازتان است. اگر نماز شما صالح باشد
تمام کارهای شما هم درست است. اگر نمازتان درست نباشد یگان کار شما اهمیتی ندارد. برای همین انسان‌هایی که خیر میکنند و نماز نمیخوانند باید فکر کنند آنها برای کی خیر کرده ایستادند. اگر برای ریای و سمعه یا خودنمایی باشد که دیگر میدونید یگان ثواب ندارد. الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله والیوم الاخر در سوره بقره است. الله میگوید مانند اینکه تو دیگر خاکی رو بالای سنگ ماندی و شمال باران شدی، هیچی نموند، هیچ ثواب ندارد کاری که برای ریا میکنی. اما وقتی به خاطر الله میکنی اما نماز نمیخونی باید فکر کرد. وقتی که در یک روز 5 بار الله میگوید نماز بخوان و من سجده بکن، تو انجام نمیدی، باز میگی من رضایت الله رو میخوام اما من صدقه دارم. اینجا خیلی یعنی دو چیزی با هم دیگر ضد هست که پروردگار هدایت کند خیرشان سبب شود و اهل نماز باشند. سوال دیگر از غمنما باشه، نمیدونم نامشان چی است. درباره مذهب ها معلومات دهید. قرآن یک تا 4 مذهب و 4 نماد فرض سنت است. نمیدونم از پی مذهب روند یا از سنت. از علمدار علم آموختن نمیمانند. وی سلفی هست علم نگیر میگویند. پیش از همه 4 مذهب هست و 4 فرض سنت است، کلمه خطا هست. 4 مذهبی که در اهل سنت و جماعت هست: مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بزرگترین و کلانترینشان، مذهب امام مالک، مذهب امام شافعی، مذهب امام احمد. این مذهب ها اینقدر به همدیگر نزدیک هستند کمی در فرض اگر فرق نکنند همشون اتفاق هستند که نماز فرض است. همشون اتفاق هستند که سجده در نماز فرض است، رکوع در نماز فرض است، خواندن قرآن در نماز فرض است، تشهد آخر فرض است. همشون اتفاق هستند که روزه فرض است، از پگاه روز تا بیگاه روز خورده روزه باطل می شود. همشون اتفاق هستند که زکات در 85 گرم طلا فرض می شود، باید 2.5 فایزش رو بیه. یعنی اون چیزی که در قرآن کشاد و رفشن آمد این علما با هم دیگر یکون اختلاف کرده که نیستن. و عجیبش این است که امام شافعی از شاگردانی ابو یوسف هستند که شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند. امام محمد که میدونید امام محمد از شاگردان دست راست ابو حنیفه و وصی کننده مذهب ابو حنیفه هستند. امام محمد شاگرد امام مالک هستند و امام احمد از امام شافعی درس خوندگی هستند و اینچنین از ابو یوسف که شاگرد ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند. یعنی این مذهب ها دشمنی همدیگر نبودن، اینها با همدیگر خیلی علاقه زیچ داشتن. آره در بعضی چیزها، مثلا در بعض فریضه های کوچک که حدیث ها دخیل آمدگی هست یا آیت و حدیث هست و قاعده های اصولیش را نگاه کرده بعضی اختلاف است، اما در اصل دین بین همدیگر تقریبا فرق ندارن که وقتی دربارش رو میخونید میبینید که به این تمام مذهب ها اتفاق هستند و در بعضی کوتاهی ها هست، اما همشون هم دلیلشون از قرآن است، فقط طرز دلیلگیریشون. بعضی سخنهایی که در قرآن است آیا الله این رو فرض گفت یا فقط راهنمایی کرد، این گونه بعضی اختلاف ها دارن. اما وقتی به علم دست زدید و از خودی کتاب های مذهب، از خودی مثلا بدایع صنایع خواندید، از کتاب مبسوط مشهور ابو حنیفه رحمت الله علیه خواندید، یا از کتاب بدایع خواندید، یا از کتاب مثلا مختصر المزنی خواندید، یا موطأ امام مالک خواندید، از خودی کتاب ها خواندید، میفهمید که چقدر یک دینی داریم که هم مسئله ها وسیع است و کسی رو خطاکار و کافر گناهگار نمیگوید و اختلاف ها بین علمای اهل سنت و جماعت خیلی خیلی کم است و مسئله های بسیط است، یعنی کوچک مسئله های هست. عبدالرحمن سوال میدهند اگر زن به عذر سپرال ماند گناهگار می شود یا نه؟ در مسئله سپرال ماندن یا پیش راهی حاملگی را گرفتن، در ما حدیث در بخاری مسلم از حدیث جابر که مایان در زمان پیامبر کنا نعزل و القرآن ینزل، ما برای پیشگیری حامله‌داری عزله می کردیم و قرآن نازل میشد و صوفیان میگویند مادامی که قرآن نهی نمیکرد این چیز جایز است. برای همین اگر شما کودک معده دارید، سلامتی خوب ندارید، یک مدت میخواهید مثلا کودکاتان رو بزرگ کردید، بوکی نیست، اما نه من 4 تا کودک کردم بس کودک زیاد ضرر دارد، هرچی کودک زیاد بد اخلاق میشود اصلا درآمدی ما چی است که رزق ما کم میشود. اینها همش فکرهای همان غرب و کفار هستند، وگرنه الله میگه نحن نرزقکم و ایاهم، این ما هستیم که هم فرزند شما رو
ریسک میدهیم هم خود شما را. در مسئله تربیت پیشتر هم گفته بودم انسان هایی هستند که یک کودک دارند یا دو کودک دارند اون را هم تربیت کرده نمیتوانند. انسان هایی هستند که 6 کودک دارند همه 6 کودکشان را تربیت کرده میتوانند. یعنی مسئله تربیت کودک به یک تا دو تا نه، به مهارت و به موفقیت پدر و مادر خیلی خیلی نگران هست. سوال دیگر هست اینجا، سوال صابر و عبدالله نوشته است: السلام علیکم و رحمت الله معلم عزیز، یک زن شوهردار می تواند به شوهر خود یا عموما تنها به حج سفر کند؟ در بالا به این سوال جواب دادم درباره سفر کردن به حج. سوال دیگر، مویهای اضافه بدن را گرفتن ممکن است در اسلام بجز مویهای قش، یعنی چیدن قش، دیگر تمام مویهای بدن را گرفتنش حتی امام نووی میگن مستحب است برای زن. دست و پای و حتی چهره و جاغ و اینها همش حتی مستحب است که زن را دیگر زیبا میکند، از مرد فرق میکند. و آثار از حضرت عایشه میارند، ابن قیم جوزی بودن خطا نکنم در کتابشان احکام نساء، که حضرت عایشه به زن شوهر داره که میگوید در چهره من و جز قشم چهره مویهای زیاد دارن، حضرت عایشه میگن امیتی انکی ازه، آن پلیدی بی‌زیبی ها را از خودت دور کردی گناهکار نمیشوی. سوال دیگر، استاذه جان همین من چیکار کنم که در قلبم نماز و ذکر جای شود؟ استاذه جان در حقم دعا کنید، بسیار در ذکر و نماز تنبل هستم. پیش از همه خواهر عزیزم، الله در قرآن میگوید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، در دوامش قد افلح من زکاها. الله به نفس قسم میخورد، یعنی نفس همین من و شماییم، نفس همین وجدان آدم و انسانیت. قسم به انسان و هر کاری که او میکند. فالهمها فجورها و تقواها، الله به هر یک انسان در وجدانش جای کردگی هست کدام کارها خوب است کدام کار بد است. هزار خودت را به نادانی زنی هم قلبت گواهی میدهد که زنا حرام است، راستگویی حلال است، کمک به بیچاره ثواب دارد، بیچاره را به پای زدن گناه دارد. یعنی کافر باشد هم قلب انسان، طبیعت پاک انسان این چیزها را میداند. در دوامش الله میگوید قد افلح من زکاها، براستی که کامیاب شد هر کسی که نفس خود را پاکیزه کرد. فقط خواب من دستها، و نابود شد، خسارت دید کسی که نفس خود را با گناه آلوده کرد و هلاکت بود. اینجا اولین قدم اگر گفتیم دعا کردن و التجا کردن به الله باشد که پروردگار ما را هدایت کن. برای همین ما هر روز در نماز اهدنا الصراط المستقیم میگوییم پروردگار ما را به راه راست هدایت کن، چون این الله هست که هدایت کننده بنده ها هست. یهدی من یشاء الی الصراط المستقیم. اولا دعا به پروردگار کنید که مرا لایق عبادت دان، مرا لایق عبادت خود دان که من بنده ای تو باشم، مرا لایق بندگی، توفیق بندگی رو به من نصیب کن. دویم باید مجاهده با نفس کرد. مجاهده با نفس این است که نمیخواهی میکنی. برای همین الله میگوید قد افلح من زکاها، پاکیزه میشوی وقتی به خودت مجاهده میکنی و نفس خود رو پاک میکنی. دلت نمیخواهد، تنبلی داری ولی باز بالای خود سیطرت میکنی و گفتی خودمون زوری میکنی که نه نخواهی هم نماز میخوانی، نخواهی هم ذکر میکنی. وقتی شما از گردن نفس خود کشیدید، گشته و برگشته به خود جنگ کردید، با وجدان خود، با نفس تنبل خود، با قلب تنبل خود، میبینید که در یک زمان با کمک پروردگار، البته با دعای زیاد، یک باره هم در نماز و هم در ذکر انشاءالله که تنبلی ها از بین میرود. سوال دیگر، السلام علیکم معلمه جان، همین در زنهای ما هست که روز شنبه یا که چهارشنبه جامعه شویی یا موی شانه کنی یا ناخنگیری نمی کنند، یا این درست است یا فرق ندارد در کدام روز این کارها رو انجام داده؟ یکی از خرافات های مشهورترین معززان در تاجیکستان همین بیچاره روزها رو به گناه موندن است. روز سه‌شنبه بعد از عصر، روز چهارشنبه بعد از عصر، روز دوشنبه ساعتی چند، روز شنبه چند روز رو برای خود حرام و حلال کرده ایم. نمیدونم با کدام دلیل. در یگان جا آمده است که این روز جامه شویی نکن، یعنی لباس شویی نکن، این روز سرشویی نکن، این روز ناخنگیری نکن. حتی شب ناخنگیری کردید، روز کردید. انسان وقتی حج میکنه در مدتی که در احرام است، برای او ناخن زدن به موی و ببخشید قچ زدن به ناخن و به مویش جایز نیست.
اما در خانه نشسته ناخونت رو نگیر، مویت رو نشو، امروز چهارشنبه هست، بعد از عصر است، جارب نزن. اینها یگان دلیل ندارد. انا همین گونه ما برای خود دینمون را مثل یهودها اخلاق یا سختگیر کرده ایم که چیزهایی که الله برای ما حلال کرد دست خود به خود حرام میکنیم. بعدا میگیم مشکلی در دین است، مشکلی در اسلام است که ما یا نمیتوانیم آزاد زندگی کنیم، در حالی که در این مسئله ها یگان دلیل وجود ندارد. کسی ناخن گرفت، کسی سر شست، یگان باکی ندارد. شبش هست، بعد از عصر است، سه شنبه است، چهارشنبه هست، یگان باکی ندارد. در این باره یگان دلیل وجود ندارد. چه خیلی گفتم در وقتی انشاءالله عید قربان نزدیک شود با صحبت میکنیم. کسی که قربانی میکند از 1 ذوالحجه تا 10 ذوالحجه وقتی نیت کرد مستحب است که به ناخن و مویهایش دست نزند و اینچنین آنهایی که در احرام هستند و در حج هستند، اما در خانه نشسته سه شنبه چهارشنبه یگان دلیل ندارد. گمان میکنم اینجا سوال ها تمام شد، برای اینکه آخران سوال بود. اگر سوال 1 تا یا 2 تا باشد میتوانیم جواب دهیم. و عزیزان مسئله هایی هست، بعضی مسئله های اولیوی، بعضی مسئله های مهم که زیادی ها میخوان دربارش صحبت کرده شود، شما میتوانید در زیرنویس نوارها موضوع های مهمی که میخواهید دربارش صحبت شود انشاءالله بنویسید. به قدر توانمان تا اندازه‌ای که پروردگار برایمان قوت و توفیق داده باشد انشاءالله در خدمت هموطنان عزیز هستیم تا که از کمی از امانت علمی که پروردگار به ما نصیب کرده باشد حتما در بین شما خواهر و برادران عزیز، علل خصوص خواهر و مادران تاجیک که همیشه در خدمت شما بودن را پروردگار نصیبمون کند که شمایان تا می توانید نگاهتان به دین دیگر باشد، نگاهتان با دین زندگی کردن را برای خود، نه اینکه پستی و عذاب، نه، همچون یک زندگی پر از نعمت و زندگی پر از بشارت، زندگی که پر از آسان است و حلال و طیب است برایتان نصیب باشد. انشاءالله در خدمت شما هستیم تا برنامه های دیگر در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.